برگزاری همایش‌ها، گرد همایی‌ها و نمایشگاه‌ها با عناوین و گستره فعالیت آنها ضرورت استفاده تکنولوژی را در آن افزایش داده است. در کشور ما نیز همه ساله هزاران نمایشگاه، همایش و گرد همایی کوچک و بزرگ با رویکردهای مختلف انجام می‌شود. فرآیند پیچیده و چند لایه این فعالیت‌ها دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را بسیار دشوار می‌کند. برگزار کنندگان حرفه‌ای رویدادها و گردهمایی‌ها به خوبی بر این نکته اشتراک نظر دارند که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در برگزاری این فعالیت‌ها امکان موفقیت یک رویداد را تا میزان قابل توجه افزایش خواهد داد. و اما شرکت کننده سوم کسی نیست جز جناب آقای دکتر فریبرز صفردوست از شرکت دانش بنیان مبلغان یکتانگار که تشریف میارن روی صحنه مسابقه شکوفا با اجازه داوران محترم. بنده فریبرز صفردوست هستم. شرکت یکتانگار کارمو از دوران کارمندی شروع کردم. در اون دوران خب تجربیات زیادی رو کسب کردم. در شرکت‌های مختلف کار می‌کردم و ایرادها و مشکلات مختلفی رو می‌دیدم. شرکت‌هایی که ما کار می‌کردیم در زمینه‌های انفرماتیکی بودن، آیتی بودن، خب برگزاری مراسم انجام می‌دادن. دستگاه و تجهیزات مختلفی رو درست می‌کردن که برای پیشرفت روند راحت‌تر این مراسمات، رویدادها. پس از اون ما خودم مستقل شدم، یه شرکتی رو ثبت کردم. در این شرکت اومدیم یک سامانه‌ای رو آماده سازی کردیم به اسم سامانه در از 6234 که در این سامانه یک نوع اسمارت لیدر اینترنت یا لیدر هوشمند مجازی رو در اون راه اندازی کردیم. این سامانه برای اولین بار بود که راه اندازی شد. چون ما مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو داشتیم، این سامانه رو ثبت مالکیت معنویش از خود وزارتخونه گرفتیم که راحت‌تر بتونن مردم تمام رویدادهاشون رو با نظم و نظارت و امنیت و خدمت کنم و بازاریابی و فروش انجام بدن، بتونن مخاطبین رو راحت‌تر جذب کنن. در سال 1400 این سامانه رو با هوش مصنوعی توصیه‌گرا یا ریکاماندر تجهیزش کردیم، یک نواختش کردیم که بتونیم بیشتر به مردم کمک کنیم. هوش مصنوعی که داخل این شبکه گذاشتیم توصیه‌گرا، اول از ماشین لرنینگ استفاده کردیم، بعد این هوش مصنوعی توصیه بیشتری دادیم چون شبکه بزرگتری از رویدادها داشتیم. مبلغ درخواستی بر چی؟ خدمت عرض کنم ما با توجه به اینکه این کار اولین باره و فرهنگ سازی باید بشه، ما کمترین مبلغ با ریسک کمتری به 5 میلیارد پیشنهاد دادیم. 5 میلیارد با چه مقدار سود؟ 35% محاسبه کردیم در سال اول. بسیار. من از جناب آقای دکتر سیاوش ملکی فر خواهش میکنم که سوال اول رو از جناب آقای دکتر صفردوست نازنین بپرسن. آقای دکتر صفردوست با سین یا صاد؟ با سین مسافرتی. بله بله. بسیار عالی. خیلی خوش اومدید آقای صفردوست. آقای صفردوست شرکت شما دانش بنیانه؟ بله قربان. روی همین بحث هوش مصنوعی و روی یادگیری ماشین اینتراکتیو، هولوگرافی و هولوگرافی اینتراکتیو. هوش مصنوعی رو تازه جدیدا معرفی کردیم. نمیشد یک البته خب برای اون پول نمیخواید درسته؟ خدمتتون نه برای هوش مصنوعی. برای همین بحث هوش مصنوعیتون پول میخواید. هنوز روی این صلاحیت دانش بنیانی رو نگرفتین رو هوش مصنوعی. هنوز نگرفتین. الان 6234 داره خوب میفروشه با ورژن هوش مصنوعیش هنوز نفروخته یا نه؟ 6234 از سال دکتر از سال 1396 داره کار میکنه. ما اومدیم توسعهش دادیم. اومدیم همینجور بهش اضافه کردیم، هوش مصنوعی توصیه‌گران هم روی این پیاده سازی کردیم. چرا که از طریق این بتونیم آنالیز دیتا رو به صورت دیتا کلین ما داشته باشیم، یعنی دیتایی که می‌خوایم از بعد به ثبت نام مردم به صورت مستقیم API بگیریم، رو آنالیز کنیم، جواب مردم رو بدیم. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. سوال بعدی رو جناب آقای سجاده نیری میپرسن از جناب آقای صفردوست. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم جناب آقای زندگانی. آقای دکتر صفردوست خوش آمدید. من فرمایش آقای دکتر ملکی